ایسا شاه جلال باشد کوه بی زوال. شالوم دوستا عزیز، برادرها و خواهرها، امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشین، از محبت و فیض خداوند بهره‌مند بوده. نعمات و برکات روحانی خداوند در زندگی شما وجود داشته باشه و همیشه سرازیر شود. شما بیننده تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان هستین. تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان تلویزیون خود شما است و شما همیشه میتونین که درباره موضوعات مختلف کتاب مقدس از طریق تلویزیون ما معلومات حاصل بکنین. تعالیم و موعظه‌هایی را که ما ترتیب میتیم درباره موضوعات مختلف کتاب مقدس از او شما مستفید شوین. سوال هایتان را با ما در جریان بگذارین و ما حتما جواب میتیم به سوال هایتان و همچنان میتونین نظریات، پیشنهادات، انتقادات و همچنان شهادت های مسیحتان را با ما شریک بسازین و حتما ما در لابلای برنامه های ما شهادت هایتان را به نشر میرسانیم و به پیشنهادات، نظریات و انتقادات سالم شما رسیدگی میکنیم. دوستان عزیز، برنامه امروز ما درباره یک موضوع بسیار مهم کتاب مقدس است و موضوع برنامه امروز ما ای است که تعهدات، پیمانها و میثاقهای مهمی که خداوند در کتاب مقدس با بشر بسته. البته ما شاید ببینیم که در کلیساهای مختلف یک لیست بسیار طویل و طولانی از عهدها و میثاقها و پیمانهای خداوند از داخل کتاب مقدس ترتیب میدن و درباره از صحبت میکنن. با ما مشکل نداریم، ولی ما درباره چند عهد یا تعهدات مهم خداوند که با بشر در کتاب مقدس انجام داده درباره از او صحبت میکنیم، نه درباره تمام عهدهایی که خداوند در کتاب مقدس چی کرده با بشر انجام داده یا بسته. خب دوستان عزیز، البته باید بگویم هر عهدی که خداوند در کتاب مقدس بسته کوچک و بزرگ نداره، همش مهم است و خداوند بر تمام تعهدات خود وفا کرده و بس تعهداتی که مثلا ربط میگیره به زندگی آینده بشر او را هم خداوند به او وفا میکنه و در این ما کاملا ایمان داریم و خداوند هم بر تمام تعهدات خود ایستاده و میسته و هیچ تعهد خداوند شما پیدا نمیکنین که خداوند بر او نایستاده باشه و او تعهد خود را فراموش کرده باشه یا از او حذر کرده باشه. پس دوستان عزیز، در اینجا ما میایم درباره تعهدات مهم خداوند صحبت میکنیم. البته اگر بسیار ما به شکل دقیق یا به طور دقیق و به شکل بسیار درستش کتاب مقدس را مطالعه بکنیم، ما میبینیم که در کتاب مقدس چند تعهد بسیار مهم وجود داره که خداوند با بشر بسته و این تعهداتش تا به امروز پابرجاست. اول، تعهد خداوند با آدم و حوا. دوم، تعهد خداوند با نوح. سوم، تعهد خداوند با ابراهیم. چهارم، تعهد خداوند با موسی. پنجم، تعهد خداوند با داوود و ششم، تعهد خود خداوند ما یشوع مسیح با ما ایمانداران عصر جدید. البته باید بگوییم که وقتی ما میگیم آدم و حوا، وقتی ما میگیم ابراهیم و نوح و داوود و موسی و غیره و غیره، البته با اونا خداوند مستقیما صحبت کرده و این تعهد را با اونا بسته، ولی تعهد خداوند با تمام بشر بوده. یعنی وقتی که ما میریم داخل محتوای تعهدات میشیم میبینیم که تعهد در حقیقت با مو اشخاص نبوده بلکه با تمام بشر بوده و تا به امروز با پرجاست و خداوند بر تعهد خود وفا کرده و وفا میکنه. خب دوستان عزیز، ما نمیتونیم که هر 6 تعهد یک جای بخوانیم، چرا که یک برنامه بسیار طولانی و خسته کن میشه. پس ما درباره هر تعهد یک برنامه میسازیم و او را به تشریح میگیریم و میخوایم بسیار هم تو واضح، روشن و به طور خلاص درباره هر تعهد صحبت بکنیم. تعهد اول که خداوند با آدم و حوا بسته به نام تعهد فیض و رحمت خداوند یاد میشه. یعنی در حالی که آدم و حوا گناه کرده بودند و در اینجا تصویری که داده شده از شیطان به شکل امو مار است که باعث لغزش آدم و حوا شد. البته آدم ها اردویشان به اونا عمدن گناه کردن. پس تصویری که در اینجا داده شده آدم و حوا با وجود تمام فداکاری ها و با وجود تمام خوبی ها و نیکی ها و وفاداری خداوند که همه چیز در اختیار اینا گذاشته بود، ولی باز هم اینا به هدف خیانت به خداوند و به هدف غروری که داشتن، به خاطر غروری که داشته بود اینا گناه کردن و در یک حالت سقوط و جدایی از خداوند که روح خداوند از اینا دور شده بود اینا قرار داشتن و گناه وارد
زندگی از اینا شده بود. ولی در امی حالت هم خدا به جای از که با آدم حوا بگه که شما دیگه گناه کردین باید کاملا محو و نابود شوین، ولی خداوند از رحمت خود، از فیض خود، از بخشش خود کار میگیره و با می مار و با حوا میفرماید. خداوند در پیدایش فصل 3 آیه 15 صحبت میکنه و در اینجا یک عهد میبنده، در حقیقت عهد برای نابودی شیطان و برای رحمت و بخششی که حوا و نسل حوا کمی بشر است. و در این عهد خداوند بسیار واضح صحبت میکنه. از پیدایش فصل 3 آیه 15 میخوانم. در اینجا میگه بین تو و زن و نیز بین نسل تو و نسل زن خصومت میگذارم، نسل زن سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. پس در اینجا ما میبینیم خداوند با اون مار صحبت میکنه که نابودی ما را برش اعلان میکنه، نابودی شیطان. بالاخره شیطان تو نابود میشی، تو شیطان باعث وسوسه و فریب انسان شدی و انسان هم عمدن گناه کرد و باعث دوری و جداییش روحانیش از خداوند شد. بالاخره تو نابود میشی و نابودی تو با واسطه فرزند امی حواست. کسی که از نسل حوا میاد را نابود میسازه که مو خود یشوع مسیح خداوند است که آمد و این کار را انجام داد. پس در اینجا بر حوا یک پیام خوش میته بر آدم. حوای گناهکار هستن، شرمیدن و کاملا در حالت یک ترس و هراس هم به سر میبرن که حالا گناه کردیم چی میشه و شرم دارن. ما شما میبینیم در اینجا که روی خود اینا پنهان کردن، روی پنهان کردن اینا به سبب شرمشان بوده. پس در قسمی که در کتاب مقدس ما میخوانیم در پیدایش فصل 3، پس در اینجا ما میبینیم که خداوند بجای از اینکه اینا را چیز مثلا بسیار به طور ملامتی و به شکل از اینکه اینا را بیاید مثلا قضاوت بکنه، بجای از خداوند پیام رحمت و فیض و بخشش خدا به اینا اعلام میکنه و میگه که فرزندی که از نسل زن میزنه که برای بار اول، یعنی هوایی که برای بار اول لغزید و از خداوند خدای خود دور شد، از نسل از کسی به دنیا میاد که مشکل را حل میکنه. این جدایی، این دوری که انسان و بشر از خداوند دارن و این خلای روحانی که در بین خدا و انسان با وجود آمده، این را بازم خودم این کسی که از نسل زن میه به شکل انسان میه این مشکل را حل میکنه. و این تعهد خداوند ما با آدم و حوا و از طریق آدم و حوا با تمام نسل آدم و حوا یعنی با بشر بوده. و اگر ما ببینیم این تعهد خداوند است و خداوند به این تعهد خود عمل کرد. این یکی از تعهدات بزرگ است، یکی از 6 تعهدات بزرگی است که خداوند با بشر بسته کرده و میبینیم که این تعهد خداوند واقعا که عملی شده. چگونه عملی شد؟ خود یشوع مسیح خدای زنده و حقیقی آمد، جسم انسانی پوشید و در جسم انسانی آمد همون شیطان را شکست داد و این خلای روحانی جدایی را، این دوری که در بین انسان و خداوند بود از بین برد و در اینجا دوباره تانست انسان را به خود خداوند ملحق بسازه. یعنی انسان را دوباره جدایی را بین انسان و خودش از بین برد و انسان دوباره تانست به خداوند برسه و اموالات روحانی از رفته خود را دوباره از خود خداوند حاصل بکنه. این به مثل یک تحفه به انسان داده شد. دوباره روح خداوند بر انسان در انسان ساکن شد، انسان بخشیده شد و نجات انسان اعلام شد، انسان نجات خود از خداوند حاصل کرد. پس ما میبینیم خداوند برای تعهد خود وفا کرده و این تعهد خداوند در ابتدا با آدم و حوا بسته بود و این تعهد خداوند هم عملی شد و هم پابرجاست تا به امروز. یعنی چیزی که خداوند با آدم و حوا گفته بود از اون وقت که پابرجاست و امروز عملا ما در زندگی خود میبینیم که تعهد پابرجاست. پس دوستان عزیز، یکی از 6 تعهد مهمه که خداوند با بشر کرده بود و این تعهد اول به نام تعهد فیض و رحمت است و با آدم و حوا بسته شده. از طریق از اون با تمام بشر میبینیم خداوند برای تعهد خود استاد بوده، این تعهد خود را عملی کرده و این تعهد خداوند تا به امروز پابرجاست. پس ما خداوند شکرگزار هستیم به خاطر از اینکه بر تعهدات خود میسته و وفادار است و بر تعهدات خود قائم و استوار است. خداوند شکرگزار هستیم و خداوند ثنا و صفت میگیم به خاطر از این. خداوند ما یشوع مسیح را ثنا و صفت باد و ما امروز تنها درباره یکی از 6 تعهد مهم خداوند در کتاب مقدس خواندیم. البته در برنامه‌های بعدی سر هر تعهد به طور بسیار مفصل و خلاصه صحبت میکنیم تا شما بتانید که یعنی طولانیش نمیسازیم، مفصل باشه ولی خلاص چیزی که مردم بتونه برداشت بکنه و پس شما برنامه ما را بیننده باشین و تا بتانین معلومات کامل درباره 6 تعهد که خداوند با نسل بشر بسته
معلومات حاصل بکنین. تشکر از اینکه به این برنامه ما بودین. خداوند ما یشوع مسیح همراه شما باشه و شما را برکت بده. آمین.